به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیرانی عزیز، امروز میخواستم درباره یک موضوع بیشتر فرهنگی صحبت کنم و اگر مشخصتر بگیم درباره آن خبرهایی که اخیراً در رسانه ها پیدا شد که حکومت جمهوری تاجیکستان میخواهد یک دو بینای تاریخی را از مرکز دوشنبه بردارد، خراب کند و حالا معلوم نیست که در جای آن باز چی خواهند ساخت. گپ در سری تئاتری به نام لاهوتی و چایخانه راحت می رود. شاید بعضی از هموطنان بگویند که خب دو بینایی یعنی چقدر اهمیت دارد که باید سیاستمداران، مخالفین یا شخصیت های فرهنگی در جامعه بیان صحبت کنند. ببینید دوستان عزیز، گپ در سر یک بینا، دو بینا یا 10 بینا و 15 بینا نمی رود. گپ درباره یک روند می رود. گپ درباره آن می رود که در تاجیکستان ما همزمان دو روند تیها باز شروع شده بود و امروز هم ادامه دارد. یکی تاریخ سوزی و دیگری تاریخ سازی. تاریخ سوزی به معنای ساختن تاریخی واقعی ملت، از بین بردن تاریخی حقیقی و واقعی ملت، و تاریخ سازی به معنای آن که به جای این تاریخ واقعی که میسوزانندش، یک تاریخ سازی جعلی ساخته و بافته را میخواهند بالای ملت تاجیک تحمیل کنند. و این تخریب بیناهای تاریخی، بگذار تاریخ 100 ساله داشته باشند، 150 سال داشته باشند و بگذار در زمان شوروی ساخته شده باشند، یا فرق نمیکند، این جزئی از تاریخ تاجیکستان است و مسئله در آن نیست که این را شوروی ساخته بود یا بلشویکا ساخته بودند یا هر کسی دیگر ساخته باشد. مسئله در آن است که آیا این دو بنا واقعا از لحاظ ارکیتکتوری، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ ساختمان داشت دادند، یگان مشکلی داشتند، یا اینکه اینها از لحاظ فرهنگی، از لحاظ ذهنی، از لحاظ تاریخی به کسی خلل می‌رساندند. من چند پیش تصادفاً در پاییز در آلمان در یک همصحبت شدم با یک آلمانی که بعد دیگه فهمید که من شهروند تاجیکستان هستم. گفت که ما چند پیش با یک گروهی سیاحان اروپایی از کشور آسیای مرکزی دیدن کردیم، رفتیم ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان و باز برگشتیم از تاشکند به اروپا سفر کردیم و من تأثیراتی او را درباره تاجیکستان پرسیدم. حالا تأثیرات هم مثبت داشت هم منفی داشت، اما گفت یک چیز رو من نفهمیدم. ما گفت در یک بینای بسیار زیبا که از زمان شوروی مانده بوده است، در یک چایخانه تاریخی راحت، ما گفت غذا خوردیم، ما رو آنجا بردن و گفت در اونجا شنیدیم که این بنا را حکومت جمهوری تاجیکستان خراب میکنه، در جاش باید یگان بلند آشیانه، یگان بینای همون سمنتی و بتونی و شیشگی خودشان رو میسازن. و از من سوال کرد که چرا شما تاجیکان اجازت میدید خیلی راحت آرام که فرهنگ شما رو، تاریخ شما رو، این بیناهای خوبی 100 ساله 150 ساله رو حکومت با آسانی نابود میکند، خراب میکند؟ چرا اعتراض نمیکنید؟ چرا خصوصا باز این بینایی از لحاظ ارکیتکتوری بسیار هم گفت نادر است، به ما خوش آمد و اون چیزهایی که ما در دوشنبه دیدیم بیناهای نو ساختند و با نامگویا معاصر، گفت برای ما اصلا جذابیت ندارند، چون ما 10 برابر بهتر و خوبتر و بلندتر از این بیناها رو در امریکا و اروپا و هنگ کنگ و دبی میبینیم. یعنی با ساختن چند بینای اون گونه‌ای که در دوشنبه هست، یگان خارجی رو، یگان نفری از ارکیتکتور با خبر رو گفت شما با تعجب آورده نمیتونید. اما برای ما گفتن همون چند بینایی که از زمان شوروی مانده است و حکومت میخواد خرابشون کند، با ما اونا خیلی تأثیر رسوندن و اونا جایهای دیدنی باب دوشنبه هستند، نه اون بیناهایی که حکومت رحمان ساخته ایستاده است. من در جواب گفتم که خیلی ما هم میخوایم اون بیناها رو حفظ کنیم، اما مردم، ملت میترسد، مردم جرأت حرف زدن ندارد، مردم اصلا نمیفهمند، درک نمیکنند که این حق آنها است که از حکومت طلب کنند اجازت ندهند که حکومت این بیناها را خراب کند. اما حکومت جمهوری تاجیکستان، من به این آلمانی گفتم که
تاجیکستان را مثل یک باغچه، یک دچه، مثل یک کارخانه شخصی خودش، حولی شخصی خودش میداند و طرز رفتار میکند، تصور میکند که به دیگران اجازت داده ایستاده است که در خانه او، در حولی او، در مالکیت او زندگی کنند و گاه گاه باز کار کنند، حتی درآمد بگیرند و به این شکل مناسبت میکند. اون مثل آلمان و مثل اروپا و کشورهای دیگر نیست که حکومت خودش رو اجاره نشین در خانه مردم بداند و هر کاری که میکند از مردم بپرسد. و گفت من درک میکنم شما را، اما بالاخره باید این فرهنگ شما هست، باید از آن دفاع کنید. حالا ببینید دوستانی عزیز، من چرا این مثال را از این آلمانی سیاه آوردم؟ خیلی از در تاجیکستان کم نیستن انسان هایی که واقعا این رو درک میکنن، میفهمن، اما هم از ترس، هم از ناعلاجی، هم از اون که دیگر فایده ندارد، فکر میکنن که این حرفا رو گفتن فایده ندارد، اونها خاموشن و حکومت هم به کدام ملاحظه خیلی هم با یک بیشرمانه، بی‌حیایانه دارد کار خود را آهسته آهسته انجام میدهد و ما هر چقدر که بیشتر اجازت دهیم اونا همون قدر عمل میکنن. صحبتی خراب کردن بیناهای تاریخی مثل چند تا بیناها، کتابخانه فردوسی، بینای پارلمان، چایخانه راحت، تئاتر لاهوتی، اینها سالها قبل آغاز شده بود و حکومت این را همچون یک راب شهر، همچون یک مواد برای سنجیدن میپرتاید. مردم یک کمی اعتراض کردن، خاموش شد. گفت نه، اونها آمدن از نام کدام مقام دولتی گفتن که اینا همه دروغ است، تهمت است در حق حکومت به هیچ وجه چایخانه راحت و بینای تئاتر لاهوتی رو خراب نخواهد کرد، دیگر بینای تاریخی رو هم همچنین، و اینا بافته و ساخته ژورنالیست ها است و اپوزیسیونر است و اینها است. چون وقت این کار را نکرد امام الرحمن و تکذیب کرد، برای آنکه هنوز در جامعه تاجیکستان باقی مونده بودند بعضی افراد که می توانستند صدا بلند کنند، ژورنالیستانی نسبتاً آزادتر، بلاگرها، سیاستمداران، اهل فرهنگ، البته نه همچون قشر، چون من مطمئنم که در تاجیکستان قشر با نام ضیایی، روشنفکر، اهل فرهنگ دیگر وجود ندارد. بله افرادی هستند که ما آنها را هنوز هم میتوانیم ضیایی بگیم، البته نه اون کسانی که خودشان را ضیایی مینامند، چون ضیایی بودن، روشنفکر بودن با اون نیست که انسان خودش را ضیایی بینامد، بلکه اون یک ویژگی‌هایی دارد که دیگران اون را باید تشخیص بدهند. و امام الرحمن میدونست که اگر این کار را کند اون یک دو صدا بلند خواهد شد. حالا بعد از اون که همه را زندانی کرد، حزب نهضت را بیرون راند، زندانی کرد، کشت، حزب سوسیال دموکرات را به اون حال رساند، رهبرش را کشتند، معاونش را شاکر جان حکیموف را زندانی کردند، حزب دموکرات را هم که اصلا نه تنها حزب دموکرات، همه حزب‌های کیسگی خودشان را حتی تبدلات گذراندند، فرهنگی ها را، ژورنالیستان واقعی را بیرون کردند، بلاگرها را، دلیر امام علی و ذوقی بیک و ده ها نفر دیگر را زندانی کردند. اصلا در تاجیکستان دیگر کسی نموند که صدا بلند کند. گاه گاه مثل همون یک غرغر کردن یا پیچ راست زدن اینجا اونجا میشنویم، اما خب دیگر فقط رادیو آزادی می نویسد، از پلوس یک کمی جرأت میکند یک خبرهای عمومی میدهد و دیگر ما صدای رو نمیشنویم. امام الرحمن را درک کرده ایستاده است، میبیند که اکنون وقتی آن رسیده است که تمام اون برنامه های ضد ملی، ضد فرهنگی که در سر داشت و 10 سالها باز آنها را میپرورید، اکنون وقتی عملی کردنشان فرا رسیده است. اصلا اگر سوال با وجود بیاد که امام الرحمن با این کار چی میخواهد، هدفش چی است؟ آیا هدفش اقتصادی است، بیزنس است؟ مثلا همون چند متر مربع زمین در مرکز دوشنبه رو میخواهند بفروشند، در اونجا بیناهای بلند آشیانه بسازند و پول درآمد کنند که این به این هم نیست. البته یعنی عنصر بیزنس، تجارت، پول کار کردن در اینجا وجود دارد، اما از نگاه من این المنتی اساسی نیست، بلکه عنصر اساسی این است که امام الرحمن میخواهد تمام تاریخ ملت تاجیک را از خاطره های غیر خودش پاکسازی کنند. یعنی
ملت را به این قناعت برساند در نتیجه این سوختن و پاک کردن و ویران کردن و از نو چیز ساختن که ما یک ملت تاریخی هستیم که تاریخ داریم با نام کوروش کبیر، اسماعیل سامانی، حالا مثلا بعضی شخصیت ها که با اون تمام شد در تاریخ بود. من برای آنها هیکل گذاشتم، برای کوروش کبیر، برای اسماعیل سامانی، برای فردوسی، برای ابن سینا و خیام، برای اینها هیکل گذاشتم، با همین تمام شد. اما در این بین بعد از آنها دیگر تا همین سالی که من به سر قدرت آمدم، تاجیکان دیگر هیچی نداشت، نه دولتداری، نه تاریخ، نه ملت سازی، حتی نه بینا و نه شهر. یعنی یک جوانی که بعد از این تولد میشد، حالا ما که هستیم زنده شهر دوشنبه را هم دیدیم، جوانی خود را در آن گذراندیم، ما این بیناهای را در آن زندگی کردیم، درس خوندیم، چای نوشیدیم، ضیافت رفتیم، با دوستان ملاقات کردیم. ولی ما این نسل ما که از بین رفت، یک جوانی که حالا تازه تولد شده است یا به ویه رسیده ایستاده است، او وقتی که وارد دوشنبه می شود، اطراف را می‌بیند، میگه این بنا را کی ساختن در زمان امام رحمان، اون را کی ساخت در زمان رستم، سیم بنا را در کجا ساختن در زمان فلان. خب پس دوشنبه رو، تاجیکستان رو، ملت تاجیک رو همین ساخته بوده است. قبل از این دیگر نه ملت بوده است و نه دولت و نه شهر و نه بینای، و فقط جنگ بوده است. ملت تاجیک فقط یکدیگر رو میکشتند و میزدند و یک دیندارها بودند و امیر علی خان بود و امارت بخارا و حالا جنگ شهروندی شد. و بعد مبادا از یک جا یک نفر تصادفاً خداوند همچون هدیه الهی او را فرستاد و آمد و نه تنها جنگ شهروندی رو خاموش کرد، صلح و وحدت آورد، بلکه ملت ساخت، دولت ساخت، شهر ساخت، بینو ساخت. و مردم، اون نسل جوانی که چیزی رو نخونده است، ندیده است، شاهد نبود و اصلا دیگر تحت تاثیر این تبلیغات و پروپاگاندا یک قسمی باور خواهند کرد. و هدف امام رحمان هم از این ساختن و سوختن و ویران کردن و تخریب کردن همین است دیگر. ذهن ملت رو پاک کردن و یک ذهنیت و یک تاریخی ساخته و جعلی رو به وجود آوردن. و من فکر میکنم که این نه تنها یک جنایت است، یک خیانت است، من حتی این رو همچون یک تروریسمی فرهنگی هم علیه ملت مینامم. این واقعا این را جز وندالیسم، تروریسم نام دیگر نهادن خیلی دشوار است. چون شما وقتی که ترور نسبت یک شخص میکنید، اون دیگر یک نفر رو میکشید، از بین میبرید، میترسونید. تروریسم به همون خاطر است، دهشت افکنی. اما وقتی که شما همین عمل رو زید یک ملت، زید یک دولت انجام میدهید، این دیگر، و اونم با زید فرهنگش، نه تنها کشتن و مثلا نشانه های تروریسم دولتی رو در عمل های امام رحمان ما در خاروق دیدیم، علیه نهضت دیدیم، علیه دیگر شخصیت ها کشتن و غارت کردن و زندان کردن، چه در داخل چه در خارج. این دیگر جایی نو نیست. اما امام رحمان در برابر این تروریسم سیاسی دست به تروریسم فرهنگی زده است که این از نگاه من خطرناکتر است. چون وقتی که یک تروریسم سیاسی اشخاص رو از بین میبرد، اما تروریسم فرهنگی، تاریخ سوزی یک ملت رو از بین میبرد و یک ملتی ساخته و جعلی و یک ملتی رو با وجود میارد که اصلا نه شخصیت داشت، نه هویت داشت، و یک نفر آمد و این ملت رو ساخت، با وجود آورد. این هم نه تنها تخریب فرهنگ ملت است، این تحقیر یک ملت هم هست. اما خب چی کنیم که متاسفانه حالا وضعیت همین است و دیده شدیم که دیگر کار به حدی رسیده است که دارند جدا تخریبشون میکنند. و من قبل از آن که این صحبت رو کنم یک کمتر اندیشیدم که آیا ضرور هست بگویم، شاید که اگر من صحبت کنم حالا یک کمی دودیلگی در اونها وجود داشت، بعدی صحبتی من حتما باز تصمیم جدیتر میگیرن، تخریبش میکنن. با یک دو نفرم صحبت کردم که آیا واقعا تصمیمشون جدی هست برای خراب کردن، یا اینکه باز هم مثل پیشینه میخوان مردم رو، روحیه مردم رو بسنجن. گفتن که نه، این دفعه یک تصمیم جدی هست و حالا هم یک کم تر شانس هست برای نجات دادن این یک گوشه از تاریخ ملت، تاریخ شهر دوشنبه،
اگر به شرطی که همه صحبت کنن، اپوزیسیا، مخالفین، پیمان ملی، شخصیت های فرهنگی در داخل در خارج، و شاید امام علی رحمان درک کند که مردم دیگر این رو نمی بخشند. یعنی حالا که دیگر جنایت ها را هم نخواهد بخشید، اما دیگر این مسئله تنها اپوزیسیا و چند نفر ژورنالیست نیست. این مسئله کسانی است که در دوشنبه تولد شدند، در دوشنبه خواندند، زندگی کردند. من شخصا در دوشنبه تولد نشدم، اما در دوشنبه دانشجو بودم. بهترین سالهای عمر من در دوشنبه گذشته است، در همون بیناهایی که حالا امام رحمان یکی پس دیگر دارد خرابشون میکنه. و برای من وقتی که تاجیکستان رو در نظر دارم، تاجیکستان یعنی یک سنگ خالی و یک کوه و یک مساحت جغرافی ابسترکتی نیست. برای من تاجیکستان یعنی انا همون دهه هم هست، همون بیناها هست، همون دوشنبه هست، انا همون بیناهای تاریخی است. برای من دوشنبه همون است. من نمیگم وقتی دوشنبه خریطه جغرافی رو بگیریم مثلا هم مساحت همین باشد، نه. انا همون درختای دوشنبه هست که خیلی بیرحمانه میبرندشون. و من در پارلمان وقتی که صدا بلند کرده بودم که نبرید درختان دوشنبه رو، و حالا هم صدا بلند میکنم که خراب نکنید این بیناها رو، و شاید بعد این صحبت ها و همه صدا بلند کنند کاری کرده شد. من دوستان عزیز یک مراجعه کوتاه به بعضی افراد در داخل تاجیکستان در شهر دوشنبه دارم، بخصوص کسانی رو که شخصا میشناسم. حالا جدا از اون که من در اپوزیسیا هستم ضد امام علی رحمان، اونا طرفدار رحمان هستن، ما یکدیگر رو میشناختیم، با هم درس خوندیم. مثلا کسانی که همسال و هم نسل ما هستن، شاید با فرقی 5 تا 10 سال من بزرگتر یا اونها بزرگتر از من هستن، اما ما تقریبا در یک مدت زمانی 5 10 ساله در دانشگاه با هم میخوندیم. شخصیت های مثل دوستمون عبدالله رهنما، عبدالقادر طلبک و سیاف میزراب و ده ها نفران دیگر که با ما هم درس بودند، در دانشگاه بودیم، بعدا میشناختیم در محفل ها. یعنی یک زمان هم فکر بودیم، برای زبان تاجیکی مبارزه مشترک می بردیم، برای استقلال تاجیکستان میتینگ های مشترک کردیم، در تظاهرات و در محفل های دانشجویی با هم بودیم، هم فکر بودیم. یعنی نه تنها با هم بودیم بلکه هم فکر بودیم، و اون مزه و لذت استقلالیت و رسیدن به استقلالیت ملی و دولتی و زبان دولتی، مقام زبان دولتی گرفتن زبان تاجیکی و اینا همش در خاطره ما هست. حالا با امر تقدیر ما در این طرف جبهه قرار گرفتیم، اونها در پهلوی کسی قرار گرفتن که هم استقلالیت رو غصب کرد، هم دولتداری رو و ملت سازی رو غصب کرد و تجاوز کرد، و امروز دارد همون تاریخ مشترکی ما و شما رو از بین برده ایستاده است. من چرا به این دوستان مراجعه میکنم؟ شاید شما آخرین کسانی باشید که رحمان حرف شما رو بشنود. بالاخره بعضی شما نه تنها تبلیغاتچی و پروپاگاندیست رحمان هستید، بعضی از شما رو ایدئولوگ های رحمان هم میگن، و شاید همین طور هم باشد. و یعنی شما از پول بودجه و از پول دولت می روید ناحیه به ناحیه سخنرانی ها میکنید، تبلیغ میکنید، و خب شما نه کشت کار دارید نه یگان درآمد و تجارت دارید که از پول خودتون سفر کنید. معلوم است که در اما هیئت های تبلیغاتی حکومت میبرن میارن تامین میکنند، و وظیفه شما هم همون مغزشویی و تبلیغ کردن است و سفید کردن سیاست های جنایتکارانه حکومت. اما بالاخره هم شما و هم برخی شما رو زیایی میگن، روشنفکر میگن. بله، زیایی چاپلوس، روشنفکری چاپلوس، ولی چاپلوسی رو حالا کنار بگذاریم، همون برچسب یا لقب یا عنوان زیایی و روشنفکر و اندیشمند در شما هست. حداقل خودتون رو همینطور تصور میکنید، مینامید حتی بعضا. خب پس آیا فکر نمیکنید که نقش شما در اینجا خیلی میتواند مهم باشد؟ و همون چایخانه هم شما چای نوشیدید، همون در همون تئاتر رفتید، اون خیابان ها، اون بیناهای جوانی شما هست، جوانی مشترکی ما هست. و اگر شما بگید که خب این بیناها به اون ذوق ارکیتکتوری یا به اون پروژه جدید دوشنبه خلال میرسونند، حالا مشکلی ارکیتکتوری دارن فلان، اصلا دیگر این رو کسی باور نمیکنه. چرا؟
چون با اعتراف تمام متخصصان داخلی و خارجی، دوشنبه از طرف متخصصان بهترین زمان شوروی و اون هم با استفاده از ارکیتکتور نه تنها سن پترزبورگ لنینگراد اون زمان، بلکه با استفاده از بعضی الیمنت های ارکیتکتور اروپایی ساخته شده است. شما این رو انکار کرده نمیتونید. این رو بروید از اکسپرتیز ارکیتکتوری متخصصان شوروی و زمان استقلالیت ما بپرسید و با یک ذوق بلند استتیکی و ارکیتکتوری ساخته شدن. برعکس اون بیناهایی که حالا حکومت جان شما میسازد، اینا واقعا هم آدم باید خیلی احمق باشد که چنین بنا در شهر دوشنبه بسازد و اینها خیلی با یک ذوق پایان. حالا من فقط این بیناهای اخیرا ساخته شده پارلمان حکومت رو نمیتوانم چیزی بگویم، مثل که چینایی ها خیلی زحمت کشیدن، اما صحبت من حالا اطراف بیناهایی که قبل از این ساخته شده بود. و اگر شما فکر کنید که یا که دلیل بیارید که نه دیگر اینها رو در اون انسامبل ارکیتکتوری جا دادن امکان ندارد، این دروغ است. چرا؟ شما یک بار به شهر برلین بیایید، حتی در تمام شهرهای اروپایی این هست، در ریم، در فرانسه، در همین برلین بیایید، در وقتی که بعد از همایش هر دو آلمان قسمتی در برلین یک پلاتس، یک میدان جدید ساختن معاصر، الکساندر پلاتس و منطقه را پوتسدام پلاتس، و کسانی که در آلمان زندگی میکنن بخصوص در برلین خوب میدونن یک جای زیارتی توریستا شده است. بیناهای خیلی زیبا، خیلی زمانوی و همه جا رو وقتی که اون بینای قدیمی رو خراب کردن و از نو ساختن، یک بینای یک حجره اصلا یک خانشه بسیار خرد هست در همونجا اون رو حفظ کردن. چرا؟ گفتن که این هم این ارزش فرهنگی و تاریخی دارد، نگفتن که این ارزش ارکیتکتوری ندارد. و اون بنا رو تا حالا در داخل همون بناهای بزرگ، همون بنای کوچک رو حفظ کردن و طرز ساختن که این بنا جزئی ترکیبی بناهای دیگر شد و هر کسی هم که بره در اونجا یک لوحه آویختن که این بنا از فلانی مانده است و این را برای خاطره مردم و با خواهش مردم برلین همین حفظ کرده شد. و در پهلوش میبینید که بناهای زمانوی اون مرکزی سانی و دایچه بن و اینها خیلی حد افروختن. یعنی اگر انسان بخواهد که تاریخ ملتش رو حفظ کند، میکند این کارا. اما این رو با کی بگیم؟ حکومت تاجیکستان حکومت آلمان نیست، حکومت ایتالیا نیست، حکومت حتی روسیه و قزاقستان و ازبکستان نیست. یک حکومتی، یک مافیا هست که فقط خودش رو میدوند از کجای آمدن و میخوان که تاریخ ملت رو کاملا از بین ببرند و یک تاریخ جعلی بسازند و از خاطره مردم همه چی رو پاک کنند. مثل که منکورت رو در همون رمان کتاب چینگیز ایدماتوف، یعنی او دیگر منکورت دیگر هیچ کس رو نمیشناسد، تاریخش رو نمیداند، فقط هم خواجهش رو میشناسد و همین که من باید بخورم و هر چیزی که به من میگد انجام بدهم. و این منقورسازی ملت تاجیک ادامه دارد. حالا چرا من به این دوستان مراجعت میکنم؟ شما که خب دیگر میتوانید صحبت کنید، حداقل میگید که در تاجیکستان دموکراسی هست، آزادی بیان هست، ما رو هیچ کس مجبور نمیکند. خب پس شما رو هیچ کس مجبور نمیکرده، شما از هیچ کس نمیترسیدید، شما آزاد بودید. واقعا شما فکر میکنید که تخریب چایخانه راحت و تئاتر لاهوتی کار خوبی هست؟ واقعا شما فکر میکنید که ضرورت برای صحبت شما نیست؟ من به این باور ندارم. اگر شما صحبت نکنید پس میترسید، پس در تاجیکستان آزادی سخن نیست. و اگر این آزادی سخن هست و شما ترس ندارید و ولی فکر میکنید که تخریب این بناها جایز است، پس شما زیایی نیستید، پس شما روشن فکر نیستید. پس همون لقب زیایی چاپلوس یا اندیشمند چاپلوس، ژورنالیست چاپلوس، نویسنده چاپلوس، حتی همینش هم واقعیت ندارد. چاپلوسش باقی میماند، اما اون زیایی و روشنفکر و ژورنالیست و شاعر و نویسندگیش رو باید پرتافت، دور انداخت. یعنی حتی شما دیگر سزاوار یک عنوانی مثلا صاحب قلم چاپلوس هم نیستید، فقط چاپلوس دیگر، فقط تملق‌کار. چون اگر در همین لحظه هم شما صدا بلند نکنید، پس دیگر خودتون باید این سوال رو بدهید. من چرا به شما دوستانه میگم؟ برای شما رو میشناسم. اون کسانی رو که من شخصا
یا نمیشناسم یا سین و سالشون از ما بزرگترن یا خورترن که من نمیدونم، اما شما را میشناسم، با شما بودم و شما هم هنوز در صحنه هستید، هنوز هم از این حکومت دفاع میکنید. حتی میتوانید همین کار را از امامی رحمان باز یک انسان فرهنگ دوست بتراشید، بسازید و با اون مراجعت کنید که با همون عبارهایی که خودتان عادت کردید، میدونید که شما که انسانی فلان و فلان فرهنگ دوست هستید، اجازه ندید همین کار رو کنند و همین هم بفهمانید که در نام او ثبت خواهد شد همچون یک انسانی که بیناهای تاریخی دوشنبه را از دست چند خرابگر نجات داد. حالا بگذار همین تصور کنیم و به نام شما هم ثبت خواهد شد و حتی میتوانید بگید که بیاد به دست کبیری و پیمان و اپوزیسیون دیگر بهانه ندهید. یعنی اینم میتواند تاثیر کند. حالا مهم نیست دوستانی عزیز، عبدالله راهنما، طلبکوف، سیاف، مثال خورشید عطاالله، همه کسانی که حالا نام شرط نیست اینجا ببرم، بالاخره شما چون همون تیم تبلیغگر و ابصاف کنه که امام علی رحمان هستید، حداقل برای خودتان، برای آینده تان، برای که خب دیگر طبیعی است که آینده شما، نام شما در تاریخ ملت ثبت شد همچون چاپلوس و تملقکار و طرفدار جنایت های یک گروهی ظالم و غاصب. اما برای خودتان یک چیزی را امانید که خب حداقل بگید ما در فلان روز در فلان تاریخ برای دوشنبه، برای بیناهای تاریخی، برای نجات فرهنگ ملت، تاریخ ملت، خاطره ملت کار کردیم، حرف زدیم ولی تاثیر نکرد. حداقل برای این مسئولیت خود را انجام بدهید. حالا من این چند نام را گرفتم برای آنکه اینها از تیم حکومتی هستند، اما اون کسانی که نه، اونها مثل همه ما از این رفتارهای حکومت ناراحت هستند، اما حالا به اپوزیسیون نیستند، طرفدار حکومت هم نیستند. شاید این موضوع باشد که حکومت برای این زندانی نکند، من نمیدانم. البته از حکومت تاجیکستان همه چی را انتظار شدن ممکن است. اون کسانی را هم که زندانی کردن اصلا اونا اپوزیسیون نبودن، ولی میترسند که میتوانند یک حرف مستقلانه در آینده بزنند و خاطر همین زندانی کردن. بنابر همین اگر اون گروهی که نه حکومتی هستند نه اپوزیسیون اما روشنفکرن، نظری شخصی خود را دارن، اگر خاموش بیستن من درک میکنم، یعنی چون اونها در اون گروهی ریسک داخل میشوند. اما عبدالله راهنما، شما، طلبکوف، مثلا کسانی که شب و روز در تبلیغ حکومت هستید، شما یک نازپروردهای حکومت هستید و در سنگر ایدئولوژی، در جبهه مبارزه ایدئولوژی علیه ملت قرار گرفتید. یعنی وقتی که جنگ فرهنگی فکری بین حکومت ملت رفته ایستاده است، شما از طرف حکومت علیه ملت جنگیده ایستادید. حالا وقتی آمده است که یک مقدار خودتون را گاه گاه در پهلوی ملت هم نشان بدید و بیاید صدا بلند کنید و شما را برای این کار زندانی نخواهند کرد، من مطمئن هستم. و برعکس شاید که این به نفع شما هم تمام شود. در عموم من به همین خاطر آمدم این صحبت را کردم که شاید یک کمی هم باشد تأثیر برساند به برای نجات این، نه تنها این دو بنا و سه بنا، بلکه این همچنین یک رمزی پایداری و حفظی فرهنگ ملت و شهر دوشنبه. اما اگر که بالاخره نتیجه نداد، حداقل خب بگیم که هرچی از دست تمامی آمد انجام دادیم. خداوند نگهبانتان باشد تا صحبت‌های بعدی.